سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با آموزش یکی از مهمترین نقدینگی‌های بازار، یعنی نقدینگی بای استاپ ها و سل استاپ ها. نقدینگی که هر جای مارکت رو نگاه کنید اونو میبینید که داره استاپ معامله‌گران خرد رو میزنه و حسابشون رو نابود میکنه. دوستان قبل از اینکه بریم سراغ آموزش ممنون میشم اگر چنل ما رو ساب کنید و زنگوله رو هم برای ما فشار بدید که باعث دلگرمی ما میشه و بتونیم آموزش های بعدی رو براتون قرار بدیم. لینکش رو گذاشتم توی کپشن و همچنین دیسکریپشن. خب بریم سراغ آموزش. دوستان قبل از اینکه ما بیایم روی نمودار واسهتون این نقدینگی رو آموزش بدیم، ابتدا بریم به صورت شماتیک اون رو یاد بگیریم و بعد برمیگردیم روی نمودار. دوستان دسته ای از معامله‌گرها هستن که همیشه انتظار شکسته شدن یک سقف یا کف رو دارن. اینجاست که ایستگاه‌های خرید و فروش یا همون بای استاپ ها و سل استاپ ها برای من نقش پیدا می‌کنند. پس اگر در یک روند نزولی باشند یک کفی رو مشخص میکنند به عنوان سل استاپ یا همون ایستگاه فروش خودشون و انتظار دارن زمانی که این کف شکسته میشه قیمت مدام به سمت پایین حرکت بکنه، یا همچنین زمانی که یک سقفی رو دارند انتظار دارند که زمانی که این سقف شکسته میشه قیمت همینجوری به سمت بالا حرکت بکنه. چه دسته ای از معامله‌گرها همچین معاملاتی رو انجام میدن؟ اون دسته ای از معامله‌گرها که صبر ندارن و همچنین دسته ای از معامله‌گرها که نمیدونن چجوری وارد بازار بشن که تعدادشون هم کم نیست. میان چیکار میکنن این معامله‌گرها؟ چجوری وارد بازار میشن؟ دوستان این معامله‌گرها زمانی که این صف شکسته میشه میان چیکار میکنن؟ قبل از اینکه این صف شکسته بشه میان معامله خرید خودشون رو ست میکنن اینجا. یعنی معامله بای استاپ خودشون رو ست میکنن اینجا و استاپشون رو میذارن این زیر و تارگت خودشون رو هم تقریبا حداقل 1/2 1/3 رو انتظار دارن که قیمت به سمت بالا حرکت بکنه. ولی اتفاقی که میفته چی هستش دوستان؟ قیمت میاد معامله خرید اونا رو فعال میکنه و بعد یک مقدار اندکی قیمت به سمت بالا حرکت میکنه. حتی بعضی مواقع قیمت میاد فقط یک شروع کوچیکی نوکی به این سقف میزنه و بعد قیمت با کله به سمت پایین حرکت میکنه. و در سناریوهای فروش چجوری هستش؟ در سناریوی فروش هم اینجوری هستش. معامله‌گرانی که انتظار دارن این کف شکسته بشه، منتظر هستن که این کف شکسته بشه، میان معامله فروش خودشون رو ست میکنن اینجا. معامله سل استاپ خودشون رو ست میکنن، استاپ خودشون رو میذارن این بالا و تیپی خودشون رو میذارن اینجا. قیمت یه مقداری به سمت پایین حرکت میکنه، معامله رو فعال میکنه و بعد به سمت بالا قیمت به سمت بالا حرکت میکنه. این یک نوع از این سناریو اولی هستش که براشون اتفاق میفته. سناریوی دوم چه هستش دوستان؟ سناریوی دوم اگر اینا رو من پاک کنم، سناریوی دوم چه هستش؟ سناریوی دوم این هستش که دوستان قیمت داره به سمت پایین حرکت میکنه و اونا انتظار دارن زمانی که این سقف شکسته میشه قیمت مدام به سمت بالا حرکت بکنه. پس میان چیکار میکنن؟ میان یک معامله خریدی رو باز میکنن اینجا
و استاپشون رو میذارن این زیر به تارگت این بالا. ولی قیمت میاد چی کار میکنه؟ قیمت میاد معامله اینا رو فعال میکنه و بعد به سمت پایین حرکت میکنه، این معامله‌گران رو از مارکت خارج میکنه و بعد از اینکه این معامله‌گران رو از معامله خارج کرد، قیمت به سمت بالا حرکت میکنه. یعنی این سناریو رو اگر برید نگاه کنید دوستان، هزاران هزار بار در مارکت اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد. حالا میرم روی چارت بهتون نشون میدم که چرا این معامله‌گرها توی دام میافتن. من چند تا مثال براتون میارم و بهتون نشون میدم که چرا این معامله‌گرها توی دام میافتن. خب دوستان، بنده چند تا مثال واسهتون آماده کردم. بریم سراغ مثال اول. دوستان اگر نگاه کنید، قیمت داره برای من مدام سقف و کف‌های بالاتر میزنه. زمانی که این سقف آخر برای من زده میشه این ناحیه، معامله‌گران خرد چه دیدگاهی دارن نسبت به این سقف؟ این سقف رو به عنوان چی در نظر میگیرن؟ این سقف رو به عنوان مقاومت در نظر میگیرن. یعنی میان اینجا رو به عنوان مقاومت در نظر میگیرن. میگن یک بارم بهش برخورد داشته قیمت. میان میگن اگر این سقف برای من شکسته بشه، من وارد معامله خرید میشم. میان چیکار میکنن؟ میان معامله خرید خودشون رو اینجا ست میکنن بعد از این سقف، یعنی بعد از شکسته شدن این سقف. میان معامله خرید خودشون رو اینجا ست میکنند. به استاپ کجا میذارن؟ به استاپ این کف این زیر، این کفی که این زیر قرار داره. استاپ خودشون رو این زیر قرار میدن و به تارگت این بالا. ولی چه اتفاقی میفته؟ قیمت میاد معامله اونا رو فعال میکنه و بعد به سمت پایین حرکت میکنه. دوستان هزاران هزار بار این حرکت توی مارکت اتفاق میفته. یا دوستان همین جایی که قیمت هستش، دوستان اگر نگاه کنید قیمت داره برای من کف و سقف های پایین تر میزنه. معامله‌گران خرد چه دیدگاهی دارن؟ معامله‌گران خرد میان اینجا رو به عنوان باز هم به عنوان مقاومت در نظر میگیرن. به عنوان مقاومت در نظر میگیرن. میان میگن اگر این سقف شکسته شد، من وارد معامله خرید میشم. من یک سل استاپی رو اینجا میکارم. میاد طرف معامله سل استاپ خودش رو اینجا میکاره. استاپ خودش رو هم میذاره این زیر به تارگت کجا؟ به تارگت این بالا. ولی چه اتفاقی میفته؟ قیمت میاد اول استاپ اونا رو میزنه و بعد از یک ناحیه پایینتر شروع میکنه به حرکت به سمت بالا. اینم مثال دوم بود. بریم سراغ یه مثال دیگه واسهتون آماده کرده بودم. خب دوستان اینجا، دوستان اگر اینجا رو نگاه کنید، قیمت دوباره باز هم داره سقف و کف های بالاتر برای من میزنه. قیمت سقف و کف‌های بالاتر میزنه تا کجا؟ تا زمانی که این سقف آخر شکل میگیره. معامله‌گران باز اینجا رو به عنوان مقاومت در نظر میگیرن. بیان یک معامله رو ست میکنن بالای این ناحیه و انتظار اینو دارن که قیمت به سمت بالا حرکت بکنه. و استاپ خودشون رو کجا میذارن؟ استاپ خودشون رو میان میذارن زیر این کف. استاپ خودشون رو میان میذارن زیر این کف، ولی قیمت معامله رو فعال میکنه و بعد به سمت پایین حرکت میکنه. دوستان این نقدینگی یکی از مهمترین نقدینگی های مارکت هستش و یکی از میشه گفت یکی از فرارترین نقدینگی هایی هستش که هر روزه توی مارکت اتفاق میفته و باید حواستون بهش باشه. امیدوارم که استفاده کرده باشین. روز خوش، خدا نگهدار.